سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام درباره این کوئسچن‌های فیسبوک صحبت کنم. من 11 مورد از این سوال جوابا رو گلچین کردم که به نظرم یه جوری مسخره اومد. حالا ببینید نظر شما چیه. شما از کدوم کنسول بازی بیشتر خاطره دارید؟ کنسول بازی یعنی مثلا پلی استیشن، سگا، میکرو، آتاری. حالا جوابایی که اومده: توپ دولایه، مارو پله، منچ، وسطی، اسفامیل. اینا که کنسول نیست عزیزم. دوران بچگی کدام بازی رو کدام بازی رو بیشتر دوست داشتیم؟ دوچرخه سواری، وسطی، فوتبال بیشترین رأی آورد. ولی باز تو همین سوال هم می‌بینیم که یه جوابای زنگ در همسایه رو زدن و در رفتن. مردم آزاری، توپ بازی، 72 نفر گفتن توپ بازی. نمیدونم، ما بازی نکردیم ولی احتمالاً دیر جمع می‌شدن نوبتی توپ می‌کردن تو صورت. شوت یه ضرب با داش میتی، 28 نفر با داش میتی خیلی حال کردن. شوت یه ضرب، آدم کشی. یه سری هم گفتن همه بازی ها رو همیشه برنده می شدم من. آفرین، تو برنده ای. من بازنده، من هیچ، تو برنده. از غذاهای معروف ایرانی کدامشان رو بیشتر دوست داری؟ سوال جالبی بود و کلی گرسنه‌ام شد. یه 58 نفر جوابشون این بوده. پرسیدن خزترین کار تو فیسبوک و 400 خورده نفر جواب دادن فیسبوک کلا خزه. برو بیرون اگه خزه، برو یه جای بهتر. کدومشو دوست داری بهت هدیه بدن؟ یه سری جوابایی دادن، بعد باحال‌تریناش ایناست: یه لقمه درک و شعور. واحد اندازه‌گیری درک و شعور لقمه است که من همینجا تصمیم گرفتم یک لقمه درک و شعور هدیه بدم به شما. این نونشه، پایزه، درک، شعور. بعد این لقمه درک و شعوره که از همینجا تصمیم به شما. یه عده‌ای هم گفتن یه لنگه جوراب. خیلی قانع بودن، جفتم نمیخواسته. یه لنگه براشون بس بود. پرسیدن از بین انواع اصلی کباب کدوم رو بیشتر دوست داری؟ جواب دادن من رژیمم. اینجا مثلا تو مهمونیه، بفرمایید از این سالاد. آقا نه، من رژیمم. آخه بابا فیسبوک اینجا پای میز شام که نیست که رژیم. سوال کدام شرایط برای شما از بقیه دشوارتر است؟ یه سری جوابای جدی اون بالا هست که مثلا تحمل حرف زور، وقتی داغونی و هیچ کسی نمیفهمه تو رو، از دست دادن عزیزانم. اینا جوابای جدی اون بالا. بعد میریم پایین‌تر گزینه‌ها: اسهال در وقت سفر. هیچ لذتی بالاتر از جا خالی نیست. جای خالی رو پر کنید. جوابا: آرامش، سلامتی، داشتن یک دوست خوب. پایین‌تریا: جیش کردن. یعنی 586 نفر آدم بالاترین لذتی که تو زندگیشون بردن بوده. انتقام. اینا میدونید کدوم احتمالا نه که بچگی آدم کشی میکردن، بعد مثلا کشته شدن، حالا انتقام میخوان بگیرن. 42 نفر هم گفتن عروس شدن. حالا شاید خانوما مثلا این بالاترین لذتی باشه که میتونن ببرن تو زندگی، اما چرا آقایون این گزینه رو انتخاب کردن؟ عروس مگه میشن آقایون؟ بله. تنها ضرب المثلی که با تمام وجود بهش رسیدی چی بود؟ کفتار همسایه قازه. مرغ همسایه قازه. حالا شاید بگیم کفتر همسایه قاز، ولی کفتار، مگه همسایتون کفتار نگه می‌داره که قاز باشه؟ آخه چجوری به این ضرب المثل با تمام وجود رسیدی؟ بقیه چیزا خوب. این سوال مورد علاقه خودم. بزرگترین ایرادی که خودتون هم میدونین دارین چیه؟ جوابایی که دادن: به همه اعتماد میکنم، حساس و زودرنج، زیادی از حد مهربون و دلرحمم. ای ایراد نگفته که از خود تعریف کن، گفته ایراد چیه؟ من خیلی خوشتیپم، میدونی میرم تو خیابون همه زد. ایراد مثلا ببین باید بگی آدم آشغالی هم کلا، سگخور، بددهن، مار روانی. اینا تو گزینه‌ها بود. ببین اینجوری جواب میدن. نکته زودرنجم، خیلی مهربونم. آخرین مورد هم این سواله که 89,000 نفر تو شرکت کردن: پسر یا دختر؟ بذار ببینیم کی برنده میشه. من برنده میشه دیها، پسرها شیرم، مثل شمشیر من. یا لقمه درک و شعوره.